سلام و خسته نباشین دوستای عزیز و چینل ما، چینل کاروبار. خوش آمدین دوستای عزیز. ما امروز به طرف شمالی روان هستیم که یک کار متفاوت شود. امروز هموطنان نازنین میریم بخیر به طرف باغ انگور. یک چند تصویر از خوب نام خدا وقت انگور است، یک چند تصویر براتون میگیریم انشاءالله در برنامه بندازیم تا هموطنان ما که در بیرون از کشور است و داخل کشور است ببینن. دوستای عزیز نازنین خواستیم که یک کم گشنه شده بودیم، خواستیم که یک دانه از این رستوران ها یک چیز به خاطر خوردن نان بگیریم. همین در این رستوران یک چیزی میگیریم دوستا، پس دوباره با ما باشین. میریم بخیر به طرف شمالی ببینیم که کجا بخیر میرسیم. با ما باشین دوستا. هموطنان نازنین بالاخره سلام، بالاخره بخیر رسیدیم به طرف باغ انگور. دوستای نازنین با ما باشین، میریم از نزدیک ما و شما تمام درخت‌ها یا چیلای انگور رو میبینیم دیگه. ما و شما بیا با ما باشین دوستا، با ما باشین. اینجا چی یک جنگل خطرناک است که ما اینجا مچم تیر شده میتونیم، یعنی که چند روز پیش از اینجا خوازات ما تیر ویر میشیم. مال نام خدا بسیار زیاد جنگل زیاد شده. دوستای نازنین این جواریس و اینی دوستای نازنین یک چند روز پیش امی انگور یکی دوستا بر ما گفت که این بسیار یک انگوری است که بر صحت ما و شما بسیار زیاد مفید است. به نام انگور مونقه میگن، انگور مزه‌دار است. نازنینا میریم به طرف درخت انار. نام خدای نه من نمیفهم که سرخ شده نشده. باز پسان بخیر میاییم شاید بکنیم یکی دو دانه. من نمیفهم که درخت چرا خشک شده. هموطنان نازنین بریم یک از این درخت ها یک دانه یک انگور یا خوش انگور بکنیم باشیم که این نام خدا سعی کنین هموطنان نازنین. وا چی یک انگور مزه‌دار است. یک دانه خب من میخورم با امید از اینکه گلوم درد نشیم. وا چه خوب مزه‌دار است هموطنان. دوستای نازنین اینجا انگور کشمشی است. وا نام خدا دمی دست پایمی باغمانه که انگورا را غم خروشی کردن. برکت. نام خدا. سعی کنین هموطنان نازنین باش که یک خوشی بسیار خوب کلان دوستا بر شما در تصویر بگیرم. نام خدا از که بیره بارا زیاد است. سعی کنم نام خدا. وا دوستای نازنین
این انگور بخیرم که به نام انگور آبجوش میگن. نام خدا تاکا بسیار زیاد است دیگه. حالا میریم بخیر به طرف انگور حسینی. دوستای عزیز، اگر شما متوجه شده باشین همین سیستم باغداری هم یک هنر از دوستای نازنین. مثلا اینطور نیست که در هر جای، در هر گوشه و در هر کنار تاک انگور را بشانن. هموطنای نازنین یا مسعود یک سیستم دارن، تو پایه های سیمنتی نصب میشه. بعد از پایه های سیمنتی باز یک سیم نرم میگن، سیم دوانی میکنن تا که تاک انگور در سر همین سیما استوار باشه. دیگه من از بالا بر شما میگیم سعی کنید با چی سیستم این پایه سیمنتی را اینا درست کنن. هموطنای گلم بازم خوش آمدین. دوستای نازنین این انگورای حسینی است که پخته شده. حالا بخیر میکنیم که باش که یک دانه باز یک دانه گرک ما بگیرم از این. این پایه هموطنان نازنین به این سیستم درست میشه، به این حالت که باز من پیشتر براتون یادآوری کردم گفتم سیم جستی یا سیم نرم. این سیم دوانی میکنن که باز چایله در سر همی مفته. و دوستای نازنین همیشه چه خوب یک پوشه کنگور ببینین که هم تازه است و هم شکل کشمش به خود گرفته. وا نام خدا. دوستای عزیز اینه من متوجه نشده بودم سعی که نام خدا این انگور حسینی اینجا خوب زیاد است و اینجا دوستای نازنین انگور اینه من نایفهم به نام چی میگن، نامش ببخشید یادم رفته دیگه. نام خدا انگور زیاد است.